وقتی صحبت از کاهش وزن میشه، اکثر مردم روی موردهای واضح و بدیهی کمتر خوردن و بیشتر تحرک داشتن تمرکز میکنن که اینها اصول اساسی هستند. خیلی از افراد با روش‌های رایجی مثل رژیم کتوژنیک یا روزه‌داری متناوب خودشون رو در یک وضعیت ثابت نگه می‌دارن. حالا اگر از پیشرفت کند و استپ وزنی بی‌دلیل ناامید شدید، وقت اونه که چیزی بیشتر از اصول اولیه رو بررسی کنید. چندین عامل نه چندان واضح وجود داره که میتونه تلاش‌های شما رو خراب کنه که بسیاری از اونها حول محور هورمون انسولین و نقش پیچیده اون در متابولیسم میچرخن. در این ویدئو به دلایل کمتر مورد بحث کاهش وزن، نقش حساسیت به انسولین در مرکز این مشکل و گام‌های علمی که میتونید برای عبور از استپ وزنی و دستیابی به نتایج پایدار بردارید میپردازیم. من شما رو به سالم‌تر بودن دعوت میکنم. پس تا آخر این ویدئو با ما باشید. انسولین هورمونیه که از پانکراس تولید میشه و به تنظیم سطح قند خون کمک میکنه. وقتی غذا میخورید، به خصوص غذاهایی که کربوهیدرات بالایی دارن، قند خون شما بالا میره و بدن شما رو وادار به ترشح انسولین میکنه. سطح بالای انسولین به صورت مزمن میتونه چربی سوزی رو سخت کنه، متابولیسم شما رو کند و در نهایت کاهش وزن رو متوقف کنه. بسیاری از مردم معتقدند که با پرهیز از شیرینی‌ها و دسرها از مصرف قند جلوگیری می‌کنند، اما قندهای پنهان در بسیاری از غذاهای فراوری شده کمین کردند. حتی محصولاتی که با برچسب بدون قند عرضه میشن میتونن سرشار از نشاسته باشن و از اونجایی که نشاسته ها زیاد فراوری شدن میتونن قند خون شما رو حتی بیشتر از خود قند معمولی افزایش بدن. یکی دیگه از مقصران پنهان روغن دانه ها هستند. این روغن ها معمولاً در غذاهای فراوری شده پیدا میشن که میتونن حساسیت به انسولین رو مختل کنن و باعث افزایش وزن بشن و چربی سوزی بدن رو سخت‌تر کنن. خواب و استرس دو عامل نادیده گرفته شده هستند که میتونن روند کاهش وزن شما رو موفقیت آمیز یا شکست خورده کنن. خواب نامناسب هوس غذاهای ناسالم رو افزایش میده و باعث میشه در طول روز احساس گرسنگی بیشتری داشته باشید. اگر قند خون خودتون رو بعد از یک شب خواب نامناسب چک کنید، احتمالاً متوجه نوسانات قابل توجهی میشید که میتونه انسولین رو بالا ببره و مانع کاهش چربی سوزی بشه. استرس مزمن هم اثرات مشابهی داره. سطح کورتیزول رو بالا میبره و احتمال ذخیره چربی به خصوص در اطراف ناحیه میانی بدن رو افزایش میده. بسیاری از مردم هنوز معتقدند که خوردن وعده‌های کوچک و مکرر سوخت و ساز بدن رو افزایش میده، ولی کاملا اشتباهه. هر بار غذا میخورید، واکنش انسولین تحریک میشه و مانع از اون میشه که بدن برای تأمین انرژی از ذخایر چربی خودش استفاده کنه. پس حذف میان وعده‌ها میتونه به کاهش انسولین و افزایش چربی سوزی کمک کنه. وقتی ترازو تکون نمیخوره، احساس ناامیدی میکنید، اما کاهش وزن همیشه خطی نیست. سوال اصلی اینه: آیا کمتر گرسنه هستید یا بیشتر انرژی دارید؟ اگر جواب هر دو سوال مثبت باشه، بدن شما احتمالاً در حال چربی سوزیه، حتی اگر ترازوی شما هنوز ثابت باشه. ورزش مهمه، اما همیشه بیشتر بهتر نیست. تمرین بیش از حد بدن و استراحت کافی میتونه کاهش وزن رو متوقف کنه و حتی منجر به افزایش وزن بشه. بعضی داروها مثل داروی ضد افسردگی و آنتیبیوتیکا میتونن در توانایی شما برای کاهش وزن اختلال ایجاد کنن. مصرف یک قاشق غذاخوری سرکه سیب رقیق شده در یک لیوان آب و جرعه نوشیدن اون با نی برای محافظت از دندانها میتونه به کاهش ناگهانی انسولین و تقویت چربی سوزی کمک کنه. ویتامین دی برای سلامت متابولیت و حساسیت به انسولین بسیار مهمه. حداقل 10,000 واحد در روز، چه از طریق مکمل‌ها و چه با گذراندن حداقل 30 دقیقه در آفتاب میتونه نیاز ویتامین دی شما رو تأمین کنه که تفاوت زیادی در روند کاهش وزن شما ایجاد میکنه. یک رژیم کتوژنیک خوب کربوهیدرات کم، پروتئین متوسط و چربی‌های سالم زیادی داره. این رویکرد به کاهش انسولین، افزایش چربی سوزی و
و تثبیت سطح انرژی کمک میکنه. روزه‌داری متناوب ابزاری قدرتمند برای کاهش انسولین و افزایش چربی سوزیه. اکثر افراد با الگوی 16-8 شروع میکنن. 16 ساعت روزه‌داری و 8 ساعت فرصت غذا خوردن. با تطبیق بدن میتونید به الگوی 18-6 هم برسید. برای کسانی که به ثبات رسیدن، روزه‌داری خشک میتونه یک تغییر اساسی باشه. روزه‌داری خشک شامل پرهیز از غذا و آب برای یک دوره مشخص که معمولاً از طلوع تا غروب خورشید که حدود 12 ساعته. این حرکت مسیر ژنتیکی منحصر به فردی رو تحریک میکنه که چربی سوزی و ترمیم سلولی رو افزایش میده. چربی حاوی آب خیلی کمیه، اما وقتی با اکسیژن سوزانده میشه، بدن شما میتونه در واقع آب رو به صورت داخلی تولید کنه. با محدود کردن مصرف آب در طول روزه‌داری، بدن خودتون رو تشویق میکنید که به طور تهاجمی تری از ذخایر چربی استفاده کنه. چطور روزه 24 ساعته برای خشک شدن رو امتحان کنیم؟ آخرین وعده غذایی خودتون مقدار زیادی آب بنوشید. ساعت 6 بعد از ظهر از خوردن و آشامیدن دست بکشید. تا ساعت 6 صبح بخوابید و تا 6 بعد از ظهر چیزی نخورید و نیاشامید. ساعت 6 بعد از ظهر اولین وعده غذایی خودتون رو میل کنید و دوباره آب بنوشید. این روزه‌داری خشک 24 ساعته میتونه چربی سوزی رو تسریع کنه و به شما کمک کنه تا از رکود وزنی عبور کنید. نکات کلیدی برای کاهش وزن پایدار: روی انسولین تمرکز کنید، نه فقط کالری. اگرچه تعادل کالری اهمیت داره، اما انسولین تنظیم کننده اصلی ذخیره و سوزاندن چربیه. با تمرکز روی قندهای پنهان، روغنهای دانه‌ای و تعداد وعده‌های غذایی و خواب میتونید حساسیت به انسولین رو تنظیم کنید و پتانسیل چربی سوزی طبیعی بدن خودتون رو آزاد کنید. قدرت خواب با کیفیت و کاهش استرس رو دست کم نگیرید. این عوامل میتونن پیشرفت شما رو رقم بزنن یا از بین ببرن. صرف نظر از این که چقدر خوب غذا میخورید یا ورزش میکنید. با روزه‌داری متناوب پایه و یک رژیم کتوژنیک سالم شروع کنید و با سازگاری بدنتون به سمت روزه‌داری خشک برید. بهبود متابولیسم و کاهش وزن پایدار زمان بره، ولی به این فرایند اعتماد کنید. کاهش وزن فراتر از صرفاً کمتر خوردن و بیشتر تحرک داشتنه. با درک عوامل پنهانی که بر انسولین و متابولیسم تأثیر میذارن، مثل قندهای پنهان، روغن دانه‌ها، خواب، استرس و تعداد وعده‌های غذایی میتونید از استپ وزنی عبور کنید و به نتایج پایدار برسید. برای افزایش بیشتر پیشرفت خود، سرکه سیب، ویتامین دی و پروتکل‌های پیشرفته روزه‌داری رو در برنامه خودتون بگنجونید. به یاد داشته باشید، هدف از کاهش وزن سالم شدن نیست، بلکه سالم شدن برای کاهش وزنه. روی سلامتی بدن خودتون تمرکز کنید و عادات خودتون رو مثبت پیش ببرید تا نتایج اون رو ببینید. سالم بمانید و مراقب خودتان باشید.